دورانی عزیز در شهر هیسور قرار داریم دهه بغلک در خانه اکا عبدالله من این لیموناش لیمون رو بینید اکا عبدالله لیمون میفروشید لیمون میفروشید کسی که همی انگور قطمه بیان هم 1 کیلو نیم کیلو میشه همه دا یخی آدمو دا همی خیلی میتی پدرکه هم میتی نیهول خری انگور دا آدمو دا میتی اکا عبدالله بردارید شما آدم نیست شما جانی آدم اکا این همه برای هم کموندگی این خیلی خوبی رو هیچ که کدن نمیتونه دکه که لیمونای در مهمون لیمونا به پول تید رود با 1 کیلو 2 کیلو انشالله اینه تو در حقیقت روز که هر کسه در زمین ریخته خوبی اکا عبدالله رزق شما همش در زمین ریخته خوبه رزقتون در زمین ها خود تعالی در زمین ها رزق شما چاشیده رفت است که برداشت گیرید انا یک بردارید تمام یک بردارید خدا بشکر جانان شده است جانان شده است اکا عبدالله در هیسور دهه بغلک انم خیلی لیمون های جانان لیمون پرورش کردن با هر حال کدام بیاد اگر میفروشید کیلوش چمپولی میفروشه مثلا کیلوش چمپولی لیمونی خوب هسته مثلا همین سرخ میشه این پچاقش غوص میشه تا ماهی مای ایونا میسته یک خوشت خوب دونم پچاقش غوص ترکه آدمو اگر سرخ کنن چمپولی میتید خیلی بیان خیلی حال یا تماشا میکنن یا میوه میخورن انگوری که 3 ماه 4 ماه پختگه تازه در بلوی چلو ایستاده همین نمودای انگور یا دو دونه میگیرن میخورن ایش هم چی میکنن یا سوغاتی میگیرن میرن تمام اکا رحمت شما اکا خدا نگهدار پیشین ماندارینو تماشا میکنن رحمت اکا یک توریسم ها